جمهوری سلفی یکی از مسائل خیلی مهم است. طوری که شما همتون آگاه هستید، هنوز سالهای 2000 جمهوری ترکستان، حکومت جمهوری ترکستان، یعنی حرکت‌های افراط‌گرایی و تندرویی که در جمهوری ترکستان فعالیتشان را زیرزمینی شروع کرده بودند منع کرد و بسیاری از آن افرادی که بر این سازمان‌های تندرو و افراط‌گرا شامل بودند حتی به حبس گرفته شدند و بسیاری از به اصطلاح تئوریتیکانی که از مذهب سلفیه خودشان را میگفتند که ما یک مذهبی هستیم که به هیچ کس سرکار نداریم و حتی از دولت و حکومت طرفداری میکنیم، این گونه حرفا نیز ما شنیدیم. لیکن خوشبختانه هوشیاری حکومت ما این بود که فهمیدند که اینها واقعا یعنی خطر خیلی بزرگی دارند و ما این را احساس کردیم بعد از آنکه در خاورمیانه سلفی‌ها مستقیما دست به سیاست زدند و با استفاده از سلاح و با استفاده از طرفداران خودشان باعث آن شدند که در تمام خاورمیانه درگیری شدید بین مذاهب شروع شد و امروز بدبختی خاورمیانه همین است که درگیری مذهبی که در آنجا شروع شده است تاثیر آن آهسته آهسته به طرف خاورمیانه به طرف آسیا مرکزی آمده است و ما این را البته در واقعه‌های اخیری که در شمال افغانستان شده ایستادند دیده ایستادیم. این خطر خیلی عظیم دارد و آن را نباید ما مدیده گیریم. امروز از بزرگان اهل مذهب حنفی خواهش میکنیم که خیلی جدی باشند و پیش از همه در مسئله های نظریوی که امروز بحث و مناظره های زیادی بین عالمان اسلامی شده ایستاده است و البته من امیدوار هستم که صاحب نظران و دانشمندان و عالم‌ها و علمایی که مذهب حنفی دارد حتما پیشنهادهای خوبی را ارائه خواهند کرد. یعنی در 3-4 مسئله مهم اسلامی امروز ما باید یعنی موضع خود، پوزیسیون مستقل خود را باید داشته باشیم. یکم مسئله تکفیر، دوم مسئله جهاد. امروز از این مسائل خیلی سوء استفاده می شود در خاورمیانه، خیلی سوء استفاده می شود و متاسفانه حتی یک گروه تکفیری ها پیدا شدند، جهادی ها پیدا شدند که اینها باعث آوردن خلا و بازگشت و قرن 7 و بیسوادی اصلیمیانگی کرده است. و البته من امیدوار هستم از تمام صاحب نظران، دانشمندان، علما که همه ما باید در این مسئله را مورد بررسی عمیق قرار دهیم و پیشنهادهای خوبی را ارائه کنیم تا اینکه همه دست جمعانه توانیم یک برنامه صحیح را آماده کنیم تا اینکه در مقابل همین گونه نظریه های افراط‌گرایانه و تندگرایانه توانیم مقاومت کنیم. وقتی که ما سرجمانه و یک جایه توانیم مبارزه کنیم حتما با پیروزی خواهیم.